گاه هم پیش میاد بعضی گوشی‌ها بازی‌های سنگین رو با لگ باز میکنن و سرعت گوشی یک دفعگی افت میکنه. اما چطوری میتونیم سرعت گوشیمون رو زیاد کنیم؟ جلسه 9. اول از داخل کپشن نرم افزار رو دانلود میکنید. بعد نرم افزار رو باز میکنید. توی نرم افزار با همچین صفحه‌ای مواجه میشین. توی این صفحه چند قسمت وجود داره. اینجا عملکرد CPU و مغز گوشیتون رو نشون میده. اینجا هم عملکرد رم گوشیتون رو نشون میده و از این قسمت شما میتونید حالت یا اندازه‌ای که میخواین هر نرم افزار از گوشیتون استفاده کنه رو تعیین کنید. حالت کم قدرت داره، حالت متعادل یا حالت گیمر که من حالت گیمر رو انتخاب میکنم که قوی ترین حالتش هم هست و باتری بیشتری هم مصرف میکنه. از این قسمت نرم افزاری که میخوایم رو انتخاب میکنیم و یکم میایم پایین برای گزینه آبی رنگ کلیک میکنیم. حالا داره دستگاه رو برای استفاده از این بازی بهینه سازی میکنه و حالا شما استارت رو میزنید و تمام. اگر دوست داشتی یاد بگیری چجوری عکسات رو به نقاشی تبدیل کنی، روی ویدیویی که بهت پیشنهاد دادم کلیک کن.